گوشی موبایلتون رو مدت زمان طولانی توی شارژ نذارید، بالای سرتون نذارید، زیر بالش سرتون نذارید. گوشی موبایل رو توی شارژ نزنید، خونه رو ترک کنید برید نیم ساعت یه ساعت دیگه بیاید. مطمئن باشید بعد از برگشتتون با حوادث آتش سوزی این چنینی مواجه میشید. گوشی موبایل به راحتی طعمه حریق میشه، کل زندگیتون میسوزه. دوستای خوب من، تمام باتری های لیتیومی گوشی های موبایل به محض اینکه گوشی مدت زمان خیلی طولانی توی شارژ میمونه حرارت خیلی زیادی رو به خودش میگیره و همین باعث میشه به راحتی شعله ور بشه. اینقدر راحت با جون خودتون بازی نکنید و اجازه ندید خسارت های سنگین ببینید. حتما اطلاع رسانی کنید، ایمن باشید. خدا نگهدار. گوشی داغون شده، سوخت.